never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna. خب رفقای گل، اینو در نظر داشته باشید که من قبلا خدمتتون عرض کردم یک بازی که شما میخواید انجام بدید باید به این صورت باشه که یعنی هیرویی که میخواید پیک کنید باید نسبت به هیرویی که بلدید تیم مقابلتون و تیم خودی هیرو رو پیک بدید. سعی کنید اون اوایل یه هیرو رو یاد بگیرید و باهاش بازی کنید. قبلا گفتم دیگه میتونید 3 تا ساپورت باشه توی تیم، 2 تا اتک، یه اتک دیگه، یه تانک، 2 تا ساپورت، هر جوری که حالا میبینید. زیاد رعایت نمیکنن حالا اونقدر، هر کی میبینید کل تیم میخواد کری پیک بده. هیروهای خوب به نظر من لینا خیلی هیرو خوبیه، زئوس خوبه واسه ساپورت. لینا اصلا نگه پا بگیره کار تیمو در میاره. حبیبی کام تو ایران اینجا همه چیکار داره میکنه؟ اومده ایم که بزنیم. بچه من تالنت ها نمیدونم قبلا گفتم یا نه، الان دوباره میگم. اینجا یه چیزایی هست به اسم تالنت یا همون استعداد که توی مپ های جدید هست و شما میتونید با استفاده از این تالنت ها هیروتون رو قوی تر کنید، لولاش یا یه سری چیزای دیگه شو. اینم از این گردن ما رو نخور مرمورم. با اون بازی نکن، اوکی؟ عمو کار تیمی. خداحافظی. خداحافظی. خداحافظ. خداحافظ. روبرو دوربین. اینم از این. بابا بذارین چقدر اینا همش اینجوری میرم گاوی پلی میدم، نباید اینجوری برم اون شکلی نکن، ما رو انقدر اذیت نکن. کله رو نگاه یه مسفاله ببینیدش
خب بچه ها مثل اینکه این گیم هم تموم شد. ترکندیم اتک اسپید چنده؟ 500 اتک اسپید 500. بچه ها امیدوارم که دیده باشید، لذت برده باشید. اینه دیگه. حالا من زیاد نتونستم وقت کیل بگیرم اما منتها زدیم گیمون، ساپورت دادم. امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه. ببینید، بازی کنید و تجربه کنید، تجربه کسب کنید و لذت ببرید. اگر خوشتون اومد میتونید ما رو لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. ممنون میشم حمایت میکنید و تا ویدیوی بعدی بدرود.